الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت گذشته تا آنجا رسیدیم که خلق الله آن کمالات ابراهیم علیه السلام را بدیدندی، نزد وی در آتش برفتندی و مسلمان شدی. چون 40 روز بگذشت، ابراهیم علیه السلام از آتش بیرون آمد و روی به شام نهاد تا به شهر رسید که او را خزائن الوجه گفتندی. چون به شهر اندر آمد، خلق را دید جامه های نیکو آراسته در میدان نهاده می رفتند. ابراهیم گفت: شما را چی بوده است و کجا می روید؟ گفتند: پادشاه دختری دارد که از مشرق و مغرب به خوبی حسن و جوانی او کسی نیست و از اطراف همه عالم پادشاهان و پادشاهزادگان او را می خواهند. زنی هیچ کس را قبول نمی کند. می گوید که به نظر خود بینم و پسندم، بعد از آن او را شوهر کنم. 7 شب و روز است که همه خلق به میدان می روند و دختر بیرون می آید و در این قوم می نگرد، اما هیچ کس را پسند نمی کند. ابراهیم علیه السلام به رفاقت ایشان رفته به گوشه بنشست. چون روز به چاشتگاه رسید، دختر با 70 کنیزک بیرون آمد. تاج بر سر نهاده و نقاب بر روی کشید و ترنج زرین به گوهر آراسته به دست گرفته بیامد و گرد میدان بگشت، همه را بدید. چون نزدیک ابراهیم علیه السلام رسید، نور مصطفی صلی الله علیه و سلم در جبین وی پدید آمده بود. در او نگریست و بر جمال وی عاشق گشت و آن ترنج زرین در کنار او انداخت و از میدان برفت و بر تخت بنشست. چاکران پادشاه دویدند، ابراهیم را پیش ملک در کوشک آوردند. چون نور حضرت رسالت پناه در پیشونی او میتافت، ملک آن نور دیده رو به دختر کرد و گفت: جان پدر، نیکو شوهر گرفتی، ولیکن چه سود که مرد غریب است. پس بزرگان شهر آمده عروسی کردند و ساره خاتون را به زنی ابراهیم علیه السلام داده نثارها کردند و در همه عالم هیچ زن چون روی ساره خاتون و هوا نبود و نخواهد شد الا ماشاء الله. چون مدت برآمد، ابراهیم علیه السلام قصد شام کرد. ساره خاتون گفت: من نیز با تو آیم که به تو زندگانی نتوانم کرد، مرا با خود ببر. ابراهیم علیه السلام گفت: پدرت رضا ندهد. گفت: پدر من با وجود تو به چشم من قدری ندارد و اگر رها کند فبها و اگر نه به دستور وی با تو بروم که طاقت فراق تو ندارم. پس ساره رضی الله تعالی عنها از پدر دستور خواست تا با ابراهیم علیه السلام از شهر بیرون رود. پدر اجازت داد و ابراهیم علیه السلام با ساره خاتون از شهر بیرون آمد. و تقدیر خدای تعالی چنین بود که در راه مردمان ابراهیم علیه السلام را گفتند که در مصر ملکی است طاغی، با زنان میل تمام دارد و به حدی که اگر زنی را عروسی باشد نخست او را پیش خود خواند، اگر ذوق باشد نگاه دارد و الا رها کند. و بر هر راه 10 مرد نشانده است تا هر قماشی از مصر بروند باج بستانند و هر زنی که در کاروان باشد پیش ملک برند. چون ابراهیم مرد غیور بود و ساره خاتون نیکوروی که در عالم به جمال وی کسی نبود، از آن راه رفتن چاره نبود. آخر تدبیر کرده صندوق بیاورد. ساره خاتون نیکوروی را در آن صندوق نهاد و قفلش زد و بر شتر نهاد تا در آن شهر رسیده باجداران آمدند که خراج گیرند. دست به صندوق کردند
تا بدانند که چیست و موافق اشیا خراج گیرند. ابراهیم علیه السلام گفت صندوق مگشایید، هر چه خواهید بدهم. اگر می خواهید برابر صندوق زر گیرید و اگر خواهید نقره. چون باجداران این حدیث شنیدند بر گشادن صندوق حریص‌تر شدند و بر صندوق قفل زده قفل برداشتند. زنی را دیدند که آفتاب از روی او رشک و شرمساری دارد. هرگز به حسن و جمال وی کسی نبود و نباشد الا ماشاء الله. پس ایشان را پیش پادشاه بردند، چنان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: بدترین همه خلقان باجدارانند. چون ابراهیم علیه السلام را با ساره خاتون نزدیک پادشاه ملعون بردند، از ابراهیم پرسید که این زن کیست؟ گفت خواهر من است، یعنی در مسلمانی. پادشاه گفت خواهر را به زنی من ده. گفت فرمان به دست زن است. زن گفت معاذ الله، نمی خواهم. پادشاه بخندید و گفت وی را به حمام برند و جامه های نیکو و خوشبوی و معطر پوشانند. به حکم پادشاه همان کردند. از ابراهیم جدا ساخته و پیش پادشاه بردند. از توجهتان متشکریم. کامیاب، بهروز و سربلند دارین باشید.